5 اشتباهی ذهنی که زندگیت را نابود میکنه. توی این ویدیو قراره 5 تا از خطرناکترین اشتباهات ذهنی رو بهت بگم که شاید همین الان داری انجامشون میدی. بعضی از بزرگترین مشکلات زندگی ما از اتفاقات بیرونی نیست، از طرز فکر خودمونه. خیلی وقتها بدون اینکه بفهمیم اشتباهایی رو در ذهنمون تکرار میکنیم که آرامشمون رو از بین میبره. اشتباه اول، بیش از حد فکر کردنه. وقتی یه موضوع ساده تبدیل میشه به یه دغدغه بزرگ، اشتباه دوم فاجعه سازیه. یعنی همیشه بدترین حالت ممکن رو تصور میکنیم. اشتباه سوم، مقایسه خودمون با دیگرانه. در حالی که ما فقط ظاهر زندگی اونها رو میبینیم. اشتباه چهارم، زندگی در گذشته یا آینده است، در حالی که آرامش فقط در همین لحظه است. و اشتباه پنجم، تلاش برای کنترل همه چیزه، در حالی که بعضی چیزها خارج از کنترل ماست. اما خبر خوب اینه، آگاهی از این اشتباه‌ها اولین قدم برای تغییره.